ریختن به جونمش، های شکستن تو عراق تیر و کمونمش. ای داد بیداد، ای داد بیداد، های زدن با لنگ کفش تو فک عظمایم، همه دیدن که بندوم زبونش. ای وای ای بی‌مروت. آیه دکتر، شاعر میگه که ای که از درد دلم با خبری، قرص دل درد منو کی میخری؟ یخ کنی. واقعا هر لنگ کفشی که میزنن تو سر و صورت مقام عظما و امام راحل، عمق استراتژیکی نظامو یه دور میکنن زیر آب و در میارن. برنامه رو با این سوال شروع میکنم که چرا مقام عظما این کارو کرد که اینطوری بیفتن به جونش؟ چرا تو کار مردم عراق، ببخشید اینطوری میگم ها، فضولی کرد که اون هم بزنن کف دستش؟ تو مملکت خودمون که سال 96 و 97 اون بلاها رو سر جسم ناقص مقام عظما آوردن، بقیه از حرفا میزدن. آی دکتر، معلوم شد که 2000 از عمق استراتژی نظامو نگرفتی. هیچ جالید نیست. هر بلایی که سر عظما بیاد خب جای دیگه غمشون نیست، اما عکسش که درست نیست. خیلی جاها هست که خبری بشه چهارچرخ عظما میره رو هوا. یعنی جلز و بلز مقام عظما به خاطر اینه که میترسه داستان از عراق سرایت کنه. تو هم که هر وقت برسه به بدبختی های نظام صاف میزنی تو خال. آره، اونی که تو راهه از اینی که میبینی 10 دفعه زایه مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پلیس راه یه نیسان پر گوجه فرنگی رو نگه داشت. گفت جنست ممنوع است، جریمت همینه که یه صندوق از این گوجه رو همینجا باید خود بخوری که دیگه این کارا نکنی. اینم شروع کرد به خوردن، هی میخورد و هی میگفت ای داده بیداد ممدنی، فکت پیاده است ممدنی، ذلیل و بدبخت شدی ممدنی. پلیس پرسید ممدنی کیه؟ گفت داشمه، پشت سرم داره میاد، بارش هم یه نیسان پر فلفل هندیه. روشن شد یا بفرستمت یه صندوق فلفل هندی بخوری که بفهمی عظما چی میکشه. مقام عظما گفتن که اولویت اصلی تو عراق علاج ناامنیه. اینو گفتن و بلا گفتن، حرفای بارشون کردن که اگه بار خر بکنی همونجا کپ میکنه. البته مقام عظما کپ نکردن. آره. بالاخره مقام عظما بعد از این همه سال عقلشون نمیرسه که این دخالت ها رو نکنن که مثل بنزین رو آتیشه. بالا رفتن سن و سال. سب کبیرم به سن چیکار داری؟ ساکت باش. عقلش میرسه اما کار توی جای دیگه ای میلنگه. معلم بهداشت داشت به یه مش بسیجی درس میداد، دید یه گربه رو دیوار روبرو داره خودش رو تمیز میکنه. گفت نگاه کنی، گربه با وجوده که حیوانه عقلش میرسه که با زبونش خودشو تمیز کنه. یکی از بسیجی‌ها گفت آقا با عقلمون میرسه، زبونمون نمیرسه. روشن شد یا بفرستم بالا دیوار کنار بسیجی و گربه. دکتر، مقام عظما کلی صحبت از بدبختی نظام تو عراق کردن، ولی تو بیانات بعدی لام تکام جیک نزدن. نکنه خدای نکرده فراموشی گرفته باشه زیر این فشارهایی که هر چقدرم که آلزایمر داشته باشه این یکی رو نه خودش نه هفت پشتش یادشون نمیره. عظما با هفت خطی استراتژیکی خودشو میخواد بزنه به اون را، بعد تو بند کردی که فراموشی گرفته. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو با بزرگش آلزایمر داشت، رفت بهش گفت پول بده، اونم داد. بعد چند دقیقه دوباره رفت گفت پول بده، با بزرگی گفتش که ناکس مشنگ، همین الان بهت دادم، آلزایمر دارم ولی خر که نیستم. آیا دکتر، مقام عظما تو اینطور مواقع قاسم سلیمانی و سلامی و نمیدونم کیک و کیک خرج میکردن، اما این بار آخه این دفعه فرق میکنه. عظما زیر پتو کوتاه خوابیده، میکشه رو سرش پاش یخ میکنه، میده رو پا کلش یخ میزنه. خود اول برنامه صحبت کردی از اون لنگ کفشایی که تو سر و ریش حاج قاسم میکوبن. خب دیگه جرئت نمیکنه که علنی از یه حرفا بزنه. حکایت اون باشنگس که تو قهوه خونه گفت یه بار دیگه این غلطو بکنی فکتو پیاده میکنم. گفتم با کی حرف میزنی؟ که کسی نیست. گفت ساکت. یه چند تا چهارده اون طرفتر با یکی حرفم شد، نگاه هیکلش کردم زهرم ترکید، جرئت نکردم چی بگم. الان میگم شاید دهن به دهن بهش برسونید تا حساب کار خودشو بکنه.
کنه که با کی طرفه. آیه دکتر میخواستیم قدس رو از طریق کربلا آزاد کنیم، ولی الان کنسولگری نظام تو کربلا رو آتیش میزنن و با خفت و خاری بیرونمون میکنن. این درد و مقام عظما کجا این دل مبارکش بذاره؟ الان اوضاع نظام تو عراق و لبنان و این طرف اون طرف یه طوری شده که اصلا از ابهت جهنم کم میکنه. یه طوری زیر عظما رو داغ کردن که باید همش بچرخونیش که ته نگیره. داستان یعنی اینجوریه. اوضاع اونقدر داغونه. من که خودم سر بحث رو باز کردم همچین تصوری نداشتم. نترس، اوضاع اینقدر تلخ نیست. البته بستگی داره که چقدر خودتو بزنی به خریت. هرچی خرتر شیرینتر. آیه دکتر مقام عظما با درایت خاص خودش کشف کرد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نفوذی آمریکایی است. پیشنهاد کنیم با همین درایت ویژه یه نگاهی بکنن نفوذی تو باید خودشون هم سر این داستان تحریما کشف کنن. یعنی چی میخوای بگی تو؟ شما حساب کنین غیر از پاسداره که عزیز دل مقام عظمان، پدر عروسش، رئیس دفترش، عضوای دفترش آقا مجتبی رو هم تحریم کردن. من یه شکی دارم به حضور یه نفوذی تو بیت. غلط نکنم خجالت بکش. پس چرا فقط همینو تحریم نکردن خب دکتر؟ این که دلیل نمیشه که من و تو هم تحریم نکردم. ولی من و شما که صبح تا شب تو بیت نیستیم که اصلا بی خودی بحثا رو نکن. چرا بحث خجسته خانم رو باز میکنی؟ شما هم فکر کردی من کلی جای مختلف دارم که برم سراغشون؟ اینو نگم خب باید دوباره برگردم سراغ هم بحث عراق و اینها. آخه آی دکتر ما که اینقدر گر تو سوریه و لبنان و عراق خرج میکنیم، خب یه کمی پول به این تکدیرزنا بدیم که بیشتر از اینطوری در نرن. آبروزی و افشاگرش یه طرف، خالی شدن صحنه از نماینده‌های نظام هم یه طرف. تو چه ساده ای که فکر کردی با اضافه کردن پولشون وای میسم. من اون موقعی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به سرپرست تیم ژیمناستیک که نفرش مریض شده بود گفتن اگه نیاد رو دوشک $100,000 باید جریمه بدی. اینم پیش خودش گفت برنده شدن بی خیال، یکی رو بفرستم که اقلا $100,000 تا رو ندم. از سالن رفت بیرون دنبال نفر، دید یه پیرمردی بلند شد رو هوا 3 تا پشتک زد اومد رو زمین. گفت خدا از آسمون رسون. رفت بهش گفت ببین $1,000 بهت میدم همین حرکت رو بیا تو سالن بکن. طرف گفت نمیشه. گفت 10,000 تا. طرف گفت نمیشه. گفت ناکس تو که داشتی مجانی میزدی بیا خب بهت پول بدم دیگه. پیرمرده گفت اگه 1,000,000 هم بدی دیگه با چکش نمیکوبم رو ناخونم. آیه دکتر شما به ناخون مقام عظما چه کار داری؟ ناکس من بگم که تو به کی مشکوک بودی در گوشم اسم کی آوردی به اسم آخه من حق داشتم. مگه غیر از